سلام آقا، یه اسم جدید به قطار اسمای شیخ فری اضافه شد. حسن کلیساز و حسن بندباز و حسن حقه باز بود، حالا حسن آمارسازم شد. اینو موشکاف نمیگه ها، اینو همباندی های خود شیخ فری میگن. حالا داستان چیه؟ الان عرض میکنم. اول ورق پاره های حکومتی شروع کردن به انتشار یه خبر. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان را 9.5% اعلام کرد. جزئیات گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت بیکاری در کشور. نرخ بیکاری تک رقمی شد و تعداد بیکاران نیز 2,257,194 نفر شد. هنوز جوهر این خالی بندی سنگی خوش نشده بود که خود رسانه‌های حکومتی شروع کردن به پن بزنی. دومین آمارسازی دولت از شاخص‌های اقتصادی. در حالی که بر اساس واقعیت موجود اقتصاد ایران همچنان گرفتار رکود است و بنابر اذعان حسن روحانی رئیس جمهور با رونق اقتصادی فاصله زیادی داریم، مرکز آمار از کاهش نرخ بیکاری خبر داده است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان امسال را تک رقمی و به میزان 9.5% اعلام کرد. با این حال نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر نرخ عمومی و همچنان در بحران قرار دارد. تازه این خیلی هوای فری رو داشته که نوشته دومین آمارسازی دولت. بابا شیخ فری تو این یه سال هر غلطی نکرده باشه تو آمارسازی سقف زده. حالا این یکی رو تماشا کنی. پای دولت روی پوست خربزه آمارها. ملاک آمار نقطه به نقطه یا سرانه و سالانه نیست، بلکه با مقیاس زندگی مردم عیاربندی و راستی آزمایی می شود. نمی توان با تکیه بر آمارها جامعه‌ای ساختگی و غیر واقعی، مرفه و پردرآمد ساخت، ولی در متن واقعیت وضع جامعه از نظر رشد اقتصادی و تورم در نقطه بحران باشد. بابا تازه شیخ فری داره این پس کردنی ها رو از دار دسته خودش نوش جان میکنه. ببینید دیگه اوضاع تا کجا دیریم رام شده. میگه بابا اینا پوست خربوزه است، کلت میکنه شیخ فری. آخه خالی بندی تا کجا؟ یه بار نرخ بیکاری میسازی، یه بارم رشد اقتصادی میبافی. شما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستید. نظر و ارزیابیتون رو در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی که بانک مرکزی اعلام کرده بفرمایید. عرض کنم که خبری که منتشر شده بود از نرخ رشد مثبت 4.6% برای 3 ماه اول سال جاری، این خبر عجیب به نظر میرسه، چرا که همونطور که اشاره فرمودید پایان 91.58% منفی است. تحول از 5.8% منفی به 4.6% مثبت، یعنی بیش از 10%، نیازمند دوره زمانی طولانی تری و اقدامات جدی و گسترده بیشتری است. یعنی تغییر و تحول نرخ رشد از این بازه، این مقدار فاصله و این بازه زمانی در شرایط حاضر مسلماً تحقق پیدا نکرده. حالا شاید یکی سوالش بشه که آخه چرا شیخ فری به این جنگولک بازی ها و آمارسازی ها و فضاحت کاری ها رو آورده؟ پاسخ موشکاف روشنه. شیخ مفلوک تو تحریم و بحران و بدبختی و مصیبت گیر کرده. واسه سرخ نگه داشتن صورتش چاره‌ای جز این خالی بندی های عنتری نژادی نداره. همینه دیگه، فاز فینال یعنی همین.